بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید محمود آل المهدی اهل کشور ایران بیعت خود با قائم آل محمد عبدالله هاشم علیه السلام را اعلام می کنم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اشهد ان علیا الائمه من وله حجج الله. اشهد ان مهدی و المهدیین حجج الله. اشهد ان ابا صادق قائم آل محمد عبدالله هاشم حجت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما. لبیک یا ابا صادق، لبیک یا ابا صادق، لبیک یا ابا صادق.